ما تمام پست آموزشی هایی که میگیریم بر اساس خواسته دوستان و همراهان عزیزه که کامل میذارن کاپوت پارس و پژو و سمن رو حتما واسه ما بذار. تو جاده لرزشو که داری صبح میخوای باز کنی کاپوتو باز کنی لازم باز نمیشه، یه بار دیگه بکش باید یکی بگیره کاپوتو حتما. خب بیا ادامه کلیپ تا راکارشو بهت بدم که چجوری خودش باز شه و لرزشش هست شه. دو تا تنظیم کاپوت چپ و راست سینیبند سوار شده که اکثرا فابریکا با تی باز میشه با آلن باز میشه، ولی این چون قبلا دست خورده باید با یه تیده با یه آچارده بگیری ریگلاجا رو بیاری بالا. خب میریم سر وقت زبونه بالا، باید بازش کنی، خودش جای ریگلاژ داره یعنی رو به بالا میره رو به پایین هم میاد، تا آخر بده بالا و محکم سفتش کن. این از لرزش کاپوتو بکش. این هم از کاپوت که دیگه خودش میبره، نیاز نیست 2 نفری بازش کنی. حالا اکثر کاپوتا من دیدم اینجا ترک میندازه که باید جوش کنی و موم بزنی. باز دوستان میان موم ایرانی استفاده میکنن، موم ایرانی نمیگیره کاپوتو، موم خارجی باید بگیری. جلد اون مومم آلومینیومه، فلزه، پلاستیک نیست. پستو اگه دوست داشتی سیو کنی و اگه پژو سواری اگر نیستی بفرست واسه دوستایی که پژو پارس و پژو اسلیکس و سمن دارن که همشون هم یکیه قالبشون.